سلام. خوبی؟ خب اسم چیه شما؟ نام چیه؟ احمد. احمد آقا سنف چندمی؟ اول. سنف اول خودش زبان داره جواب میده. زبان داری؟ ببینم زبان تو. کو زبانه؟ آفرین. سنف اول. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ صحت شما؟ آقا شما چطور هستین؟ خیرات خوب هستین؟ قدم زیر بچه‌ها که من ساعت تیر کنیم. خوب کردی بیخی سه. خب احمد آقا. احمد اسم کی بود اگه گفتین؟ احمد اسم کی از بزرگان ما؟ احمد یکی از اسامی پیغمبره، درسته؟ که اسم دیگه چی هست؟ محمد مصطفی. صلوات بگید. الله پیامبر آخری. خب خیلی خوب. خب شعر بلد بخونی؟ قرآن بلد بخونی؟ چی میخونی؟ کدوم سوره رو بلد بخونی؟ کدوم سوره رو بلد بخونی؟ سوره توحید بلدی؟ سوره کوثر بلدی؟ سوره ناس رو بلدی؟ سوره فلق رو بلدی؟ خود چی بلدی؟ سوره حمد بلدی؟ خود چی بلدی؟ شعر بلدی؟ خب امام اول ما کیه؟ اول امام ابو خدا که خداست. ما یه خدا داریم. خب بچه‌ها نخندید. به اینجا نه ما یه خدا داریم که ما رو آفریده، درسته؟ بیاین پیش. به اینجا آفرین. بیاین. ما یه خدا داریم که ما رو آفریده. آفرین. بعد خدا یه پیغمبر فرستاده خب که ما رو هدایت کنه. خب بعد این پیغمبر یه کتاب داره که اسم این کتاب چیه؟ آفرین، قرآن کریم، درسته؟ بعد از پیغمبر ما امام 12 تا امام داریم، درسته؟ که برای هدایت و راهنمایی ما آفریده است. حالا امام اول کیه؟ امام علی. نه بذار خودش بگی. کیه امام اول؟ حضرت امام علی علیه السلام. پس گفتیم هر وقت نام اهل بیت رو میگیم باید بگیم